مسئله بای بودن مسلمان بهتر یا کمبغل بودن مسلمان بهتر، پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت کردند گفتند که نعم المال الصالح للمرء الصالح، چگونه هم مال پاک برای مرد صالح خوب است. مال پاک باشد چه خیلی هم به شخص صالح زیبنده است. پولی حلال به شخص صالح. شخص صالح اون پول را الکی به گناه صرف نمی کند، به فسادکاری در روی زمین صرف نمی کند. اون مال را به نفع اسلام، به نفع مسلمان ها صرف می کند. از اون مال دیگرها بهره می برند. چه خیلی هم مال پاک به شخص صالح خوب است گفتند. این حدیث دلالت می کند که مسلمانی که صالح است، صاحب پول و مال حلال باشد، این بهتر است از آن مسلمانی که صالح است و کم بغل است.